شهری است که آباد است، ارزان است، تنج است، مردمش سرجم است، دوستند. ما در کدام وقت و ساعتی که با شهر نبرایم، در کوچه های شهر نبرایم، هیچ وقت ما پای پیاده نمیگردیم. شهر ترسونزاده با اوقات ارزان، اوقاتش ارزان استلوایده، لبا استلوایده 5 سومده 8 سومده سر میشد آدما. دیگه جایده من رفتم دیگه رایونده 10 سومده هم 15 سومده هم سر نمیشه بود آدما. ازبکستان که همسرخم میباشن از آنجا مهمان ها میبیان و یعنی از طرف ازبکستان یعنی توریست ها و تماشای شهر ترسودا میبیان. ماهان هم رفته میتونه سرحدش خیلی گویم آزادتر میباشد، از اونجا آوردن چیز و تحقیق کردن نشده است آوردن میتونه و چیزی بردن میتونه. این خصلت و خوبتر میشه. منتالیتی مردم شهر ترسونزاده نسبت به دیگر شهر و نویه ها خیلی بلند است، چون که تمام مردمش با جای کار تامین میباشند. لیکن действительно شهر ترسونزاده رنگ جنت ده، جنت آواشم بامزه وایشم انا خوا همش بعد خواش انگور میگه تو تربوز پربوز میوه چوا همش رنگ جنت گفته. اگه اوقات دیگه شهرها دا کم گشتیم اوقات فرقتش نفهمیدم. اما میخواید مثلا در دیگر شهر زندگی کنید؟ من در همینجا نست. برتری ها چی بگم نمیدونم. من نمیخوام دیگر شهر به زندگی کنم. برای فرزندم هم میخوام همینجا زندگی کند. زندگی آینده هم همینجا زندگی کند در جای خاندم. برای چی خوبی ها دارد مثلا؟ خیلی شهری من خونی و هم ریختگی اینجا من نمیخوام دیگر جا رفتم. آدماش با معامله خوبان. برای همین ترسونزاده ما مشغول است. خیلی که میگفتن که پیشترکی گجا که من با نقد باشه همونجا وطنی من هست، حاضر برای من ترسونزاده وطنی من شده است.